بسم الله الرحمن الرحیم. سه مشکلی با سه کار البته حل می شود. هر وقتی که شهوت دنیا به تو غالب آمد یا اینکه دنیا را سخت دوست داشتی، پس بدان در نمازت کمبودی داری، چونکه الله تعالی می فرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. پس از آنها، یعنی پس از پیامبران و صالحان، قوم آمد که وقت نماز را ضایع کردند، یعنی مسجدها را ترک کردند و وقت را بیهوده صرف کردند در کار و بازی های بیفایده و پیرو شهوت ها شدند. پس زود است که ضرر و زیان میبینند در روز قیامت، یا زود است که به یکی از مکانهای چقرترین دوزخ روبرو میشوند. دوم، و هر وقتی که بدبخت شدی و در کارهایت بی‌براری دیدی، پس علاقت را با مادرت بهتر کن، چون که الله تعالی از زبان عیسی علیه السلام می فرماید و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا و برا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت عیسی علیه السلام گفت الله تعالی مرا معلم از برای خوبی ها قرار داد در هر کجایی که باشم و مرا به نماز خواندن و زکات دادن امر کرد تا مادامی که زنده هستم، و مرا امر کرد به نیکی کردن به مادرم و الله تعالی مرا بدبخت نگرداند. سوم، و هر وقتی که غمناک و دلتنگ شدی، پس علاقت را با قرآن بهتر کن، چون که الله تعالی می فرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسى. شخصی که از ذکر من رو میگرداند، میگه الله تعالی، شخصی که از قرآن من رو میگرداند، یعنی خلاف گفته های من عمل میکند، قرآن خواندن و در عمل تطبیق کردن را فراموش میکند، برای او زندگی تنگ، زندگی بدبختانه و غمناک عطا میکنم، میگوید در دنیا یا در قبر، که قبر او را تا روز قیامت میجوخد و میفشورد، حتی قبرگاه هایش از یکدیگر میگذرند. العیاذ بالله، پناه میبریم به سوی الله از جوخش قبر. از ابو هریره راضی شد الله تعالی از او، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سخن الله برای او زندگی تنگ میدهیم که میگوید الله جل جلاله برای او 99 مار مسلط میگرداند تا که گوشت او را تا روز قیامت نش زده میستند، آزار داده میستند.